نماز عمومی هست و زکات خصوصی هست، یعنی برای انسان‌های یعنی طبقه‌های خاص، اونایی که دارنده هستن هست. لیکن همین اونایی که دارنده هستن، مالی به نصاب رسیدگی دارند، زکاتشون رو به کی میدهن؟ با باقی مونده اون کم بضاعت میدهن. یعنی در اینجا جامعه همه مکمل می شود. حالا بسیاری ها فکر میکنند که پروردگار به من داده است، دوست داشته است، داده است. با اونی که نداده است شاید دوست نداشته است. چنین نیست. پروردگار میگوید که من دادمت، به بندگانی نیازمندم بده. من دادمت، امتحانت میگیرم، در این امتحان کامیاب باش. میگوید من ندادمت، صبر کن، مهنت و زحمت بکش،